اگر دوست دارین بدونین این 320 گرم کره محلی رو از کجا و چطوری به دست آوردم، پس با من همراه باشین. 5 کیلو شیر محلی رو با روش صحیح جوشوندم و ماست کردم که لینک هر دو شیر و ماست رو براتون همین بالا میذارم. برای گرفتن کره از ماست باید ماست ترش باشه. یه روز ماست رو خارج از یخچال گذاشتم ترش شده. بعد در ازای هر لیوان ماست 1 لیوان آب ریختم توی مخلوط کن. الان این 3 لیوان ماست و 3 لیوان آب سرد هست. ماست هم سرد باشه بهتره. بعد اونو همش میزنم با مخلوط کن. فقط یادتون باشه مواظب موتور مخلوط کن هم باشین. همینطور که گفتم لینک طریقه صحیح جوشاندن شیر رو براتون گذاشتم اول همین ویدیو. همینطور روش ماست درست کردن از شیر محلی رو. روی دوغ کم کم شروع میکنه به کف کردن و این کف کم کم تبدیل میشه به کره‌ای که مشاهده کردیم. همینطور باید به هم زدن ادامه بدیم و گاهی نگاه میکنیم تا زمانی که یک مقداری رنگ کف از سفیدی برگرده. اون وقتی که کره ما داره آماده میشه. این کره از نظر کیفیت حرف اول رو میزنه به دلیل اینی که از شیر محلی مطمئن استفاده میشه و همچنین ماست رو خودتون درست میکنین و کره رو خودتون به عمل میارین. حالا کره کم کم داره جون میگیره و از حالت کف به حالت کره در میاد و رنگ اون هم کم کم داره عوض میشه. فکر میکنم دیگه کرمون به عمل اومده. حالا چند تیکه یخ داخل اون میندازم. کره خودشو جمع میکنه. وقتی که یخ داخل دوغ بریزیم کره‌ای که اومده رو وایستاده خودشو جمع میکنه و بعد کره حاصل شده رو به راحتی از روی دوغ بگیرین و در ظرفی بریزین. در ضمن یه دوغ محلی خیلی خوشمزه و خوب و غلیظ هم داریم همراه با این کره. اینو هم بدونین که همسرم بیشترین کمک رو توی این برنامه به من کردن، شاید به دلیل اینکه ایشون کره محلی رو خیلی دوست دارن. همینطور که متوجه شدین یک کره خوب و ناب و بدون قل و قش داریم و خیلی راحت تهیه میشه. این هم کره‌ای که از 3 لیوان ماست پرچرب به دست اومده. حالا من همزن برقی رو هم امتحان کردم با همون مقدار 3 لیوان ماست 3 لیوان آب، اما وقتی از مخلوط کن استفاده میکنین در زمان کمتری باید همزده بشه تا کره به دست بیاد و از همزن که استفاده میکنین باید زمان بیشتری همزده بشه تا اینکه کره به دست بیاد. اما با این حال کره به دست اومده از هر دو تا دستگاه به یک اندازه است. این دوغ هم کم کم داره روش کف میکنه و بعد از کف تبدیل به کره میشه. ببینین که یه مقداری روی دوغ کف کرده. من به دلیل اینکه سرعت بیشتری داره مخلوط کن بقیه ماست رو با مخلوط کن به صورت کره در آوردم. جای همگی شما خالی. حدود 320 گرم از 5 کیلو ماست یا 5 کیلو شیر کره خوب ناب درجه 1 به دست میاد. در ضمن ایشون که اینجا نشستن به من 5 کیلو شیر دادند و من هم ظرفشون رو پر از دوغ کردم. با سپاس از شما که همراه من بودید.